با سلام خدمت مخاطبان محترم صفحه کاریزنا. آنچه بناست اکنون درباره آن سخن بگوییم معرفی نشستی است با عنوان مروری اجمالی بر کتاب المطول فی شرح تلخیص المفتاح نوشته سعدالدین تفتازانی با تأمل بر درنگاه‌های فلسفی آن. شرح این عنوان بدین قرار است: از آغاز نسبت متفکر و فیلسوف با زبان نه نسبتی چون ابزار و ابزارمند، که نسبتی بنیادی است بالیده از مناسبت ایشان با تفکر و وجود. نخستین نمودار این نسبت را در دو واژه تو اونوما و تو رما و نامه کراتولوس افلاطون میتوان نگریست. این درنگ‌ها و مناسبات در میان متفکران مسلمان نیز از رهگذر نظر در اندیشه متفکران یونانی به طور ویژه‌ای ادامه پیدا کرد. کتاب الحروف فارابی را میتوان نموداری از این آغازین مشق‌های تفکر در عالم اسلام دانست. از همین حیث است که کتاب مفتاح العلوم سکاکی از همان دیرباز جایگاه ویژه‌ای میان کتب متداول زبان و ادبیات عربی یافت. دانه‌ای که با سکاکی کاشته شد با تلخیص المفتاح خطیب قزوینی به نهالی مبدل گشت و با المطول تفتازانی به بار نشست. بر همین اساس هدف از برگزاری این دوره در کنار مروری اجمالی بر مباحث علم بلاغت و تأمین سطح پیشرفته از سلسله نشست‌های آموزش زبان‌های مرتبط با فلسفه در مجموعه کاریزنو، درنگ بر سر این درنگاه‌های فکری و نظری متفکران مسلمان و نظر در نسبت ایشان با زبان است.